باور اشتباه دوم: پول خریدن کتاب را ندارم. اکثریت ما شما عدم علاقه به کتاب خواندن و عدم توجه به کتاب خواندن و اصلا اینکه فرهنگ کتابخوانی در بین ما مروج نیست، این دلایل را به شکل توجیه میکنیم که میگیم که ما پول خریدن کتاب را نداریم، در حالی که هر شخص شاید در ماه 500 افغانی را به خاطر فعال ساختن اینترنت مصرف بسازد. ای که چی استفاده از اینترنت میکنن مسئله جداست. ممکن اکثریت ما شما در رسانه‌های اجتماعی مصروف هستیم و یا که یک تعداد جوانان در پبجی و سایر گیم ها مصروف هستند. حالا که 200 افغانی را به خاطر خریدن یک جلد کتاب مصرف نمی‌نمایند. این نه تنها این که برای شما مفید است، بلکه به خاطر انتشارات افغانستان خیلی مؤثر است. میتونیم که به این شکل انتشارات افغانستان را، کتاب فروشان و ناشران افغانستان را حمایت بکنیم و در صورت که باز هم دلیل نداشتن پول باعث شده ما مطالعه نکنیم، برای شما یک راه خیلی ساده دیگر نشان میدم که اصلا شما نیاز ندارین پول خود را مصرف کنید. پولی که مصرف اینترنت میکنید، با استفاده از همان پول شما میتونید از اینترنت کتاب های رایگان را دانلود بکنید. در تلگرام خیلی از چینل ها وجود داره که شما میتونید کتاب های رایگان پی دی اف از آنجا به دست بیاورید. اگر واقعا میخواین مطالعه کنین، علاقه داشته باشین به مطالعه، میتونین برین به چینل های تلگرام مراجعه کنین و از اونجا کتاب های رایگان دانلود کنین و مطالعه کنین. در صورتی که نیاز به این چینل ها دارین، میتوانم این چینل ها رو با شما شریک بسازم.